بچه سلام، درود بر همگیتون. عرضم به خدمتون که در مورد این موضوع لایوی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، مهمترین مسئله‌ای که انسان در نهایت بهش قراره برسه، یعنی بچه ما خیلی کارا رو میکنیم، خیلی تمرینا رو انجام میدیم، می نویسیم، وایس گوش میکنیم، رو خودمون کار میکنیم، خودشناسی پیدا میکنیم، شخصیتمون رو رشد میدیم، ارتقا پیدا میکنیم، تهش به یک دیدن مربوط میشه. انتهای هر چیزی رو که توی زندگی بخوای، توی یک شخصیت، توی کاراکتر بخوای نگاه کنی، انتهاش به دیدن منتهی میشه. ببین دیدن چقدر مهمه. اول بذارید دیدن رو بهتون بگم که چقدر مهمه. فکر کنید که دیدن چقدر موثره تو زندگی ما. توی اون 7 سال اول زندگیمون رو در نظر بگیرید. یه مادری هست که ماشین داره، دختر کوچیکش رو توی ماشین با خودش داره میبره بیرون. بعد هوا خیلی گرمه. اوکی، میره کنار خیابون وای میسته، دقیقاً 2 قدم اونورتر یه دونه مغازه است، مثلا پرینت میگیره ازش. اوکی، بعد مادره به این فکر میکنه که هوا بیرون خیلی گرمه و خیلی آلوده است، بهتره که دخترش بشینه توی ماشین، توی زیر باد کولر، توی آلودگی هم قرار نگیره، بره اندازه 1 دقیقه 2 دقیقه پرینت بگیره. مثلا 2 تا برگه داره این مادره، اندازه 2 دقیقه میخواد پرینت بگیره. بعد اون مغازه‌ای هم که ازش قرار پرینت بگیره مثلا 3 قدم اونورتره. ماشین رو اینجا پارک میکنه جلوی در مغازه و خودش پیاده میشه، میخواد بره اونجا اون 2 تا برگه رو پرینت بگیره. بعد دختر بچه به مادر میگه که گریه میکنه که منم میخوام باهات بیام. خب اون دختر بچه به خاطر سنش نمیدونه که مادر داره میره و همین الان برمیگرده، یعنی 2-3 دقیقه برمیگرده. دختره وقتی درخواست میکنه منم میخوام بیام، مادره بهش میگه نه تو بشین تو ماشین، من میرم الان میام. دختره شروع میکنه جیغ و داد و گریه و فلان و بیسار. مادره چون میدونه به نفع بچشه که توی گرما نیاد و تو آلودگی نیاد، تو ماشین بمونه، به زور دختره رو میکنه تو ماشین، درم میبنده، قفل در رو میزنه و اون بچه شروع میکنه به گریه کردن. تو این فاصله 2 دقیقه‌ای که مادر میره اونور توی مغازه تا اون پرینت رو بگیره برگرده، توی همون 2 دقیقه آنچه که این دختر بچه میبینه، دیدن همه چیز است. آنچه که این دختر بچه میبینه اینه که مادرم منو طرد کرد، مادرم منو پس زد، مادرم به حرفای من اهمیت نداد، مادرم به گریه های من اهمیت نداد، مادرم منو مهم ندید، مادرم به درخواست های من گفت نه، مادرم انقدری براش مهم نبودم که بهم اهمیت بده و منو با خودش ببره. این دیدنه. اوکی، یعنی من براتون توضیح دادم که مادره چه قصد و نیتی داشت. قصدش این بود که این دختر بچه بمونه تو ماشین خنک، کولر هم زده، نیاد بیرون که گرما زده نشه، نیاد بیرون که آلودگی نداشته باشه و میدونست که من 1-2 دقیقه بیشتر کار ندارم، الان دوباره میام تو ماشین. اما اون دختر آنچه که دید با آنچه که وجود داشت 1 دنیا فاصله بود. یعنی مادره اگر این تصمیم گرفت به عشق بچه گرفت، به خاطر بچه گرفت، اصلا این تصمیم به نفع بچه بود. اما آنچه که برای اون دختره اتفاق افتاد، در دختره احساس طرد شدگی ایجاد شد. دختره فکر کرد مامانم منو طردم کرده، مامانم منو دیگه نمیخواد، من براش مهم نبودم، احساساتم هم براش مهم نبود، گریه‌ام براش مهم نبود، اصلا من هیچ اهمیتی واسه مادرم ندارم. خب معلومه وقتی من برای مادرم اصلا هیچ اهمیتی ندارم، برای آدمای دیگه که دیگه اصلا اهمیتی ندارم. ببینید چند تا توافقات توی یک دختر بچه سر یه همچین صحنه‌ای به وجود میاد. حالا نگاه کنید میبینید خیلی از جاهایی که ما تو زندگیمون آسیب خوردیم، مثلا ما آسیب رو از دیدن خودمون خوردیم. بیشتر از این که از کسی آسیب بخوریم، ما از دیدنمون آسیب خوردیم. توی زندگی بالغانه خودتون امروز نگاه کنی میبینی یه سری اتفاقات داره میفته، یه نفر آدم از بغل دست رد میشه، آدم ترشرویه،
آدمیه که ناراحته، آدمی که فشار روشه، آدمی که مضطرب، آدمی که عصبانی، آدمی که اصلا از نظر شخصیتی شخصیت ضعیفی داره. این آدم بد اخلاق و بد دهنه، بعد رد میشه یه حرفی میزنه، یه رفتاری رو میکنه. آنچه که من میبینم بستگی به شخصیت من داره. من با شخصیت خودم دارم اون چیز رو میبینم و این دیدنی که نگاهی که من دارم به موضوع باعث میشه که در من یه سری احساسهای بد تولید بشه. این نوع دیدن من باعث رنج من میشه. تمام رنج هایی که ما میکشیم از نوع دیدن ماست. این که چه کسی داره به اون موضوع نگاه میکنه خیلی مهمه. اول اینکه من اعتقاد دارم، فکر کنم برای شما هم باید دقیقا همین جوری باشه. اینکه من قبول دارم، من باور دارم که من نمیتوانم همه چیز را ببینم، یعنی دید من محدوده. اوکی؟ و اگر دید من محدوده، پس من آن چیزهایی را که میتوانم میبینم، آن چیزهایی را که میشود میبینم. من همه چیز را نمیتوانم ببینم چون دید محدودی دارم. اوکی؟ حالا سوال اینجاست، آنچه در زندگی شما رخ میدهد یک چیز است، آنطور که شما بهش نگاه میکنید یک چیز دیگری است. برای اینه که نگاه کنی میبینید دو تا برادر توی یه خونه میشن دو تا از دوستای من. یکیشون میشه بازیکن مثلا تیم پرسپولیس، اون یکی میشه معتاد. به خاطر ببین زندگی یکیه، پدر مادر یکیه، خونهشون یکیه، همه چیز یکیه. پدر و مادر این دو نفر معتاد بودن. این دو نفر بر مبنای نگاهی که دارن، بر مبنای دیدی که دارن برداشت میکنن. یکیشون ارتقا پیدا میکنه میشه یکی از بهترین فوتبالیست‌ها، یکیشون هم میشه معتاد. پس چیزی که ما میبینیم زیاد مهم نیست، چه کسی آن چیز را دارد میبیند خیلی مهمه. چرا حالا چه کسی آن چیز را دارد میبیند خیلی مهمه؟ چون اون به اندازه شعورش، فهمش و ظرفیت‌هاش اون موضوع رو متوجه میشه. حتما برامون پیش اومده 5 نفر رفتیم توی یه محیطی، حالا توی مهمونی یا توی کلاسی، استاد یه چیزی رو گفته، هر کس به فراخور فهم و درک و شعور خودش یه چیزی رو برداشت کرده. دیدن یعنی آنچه که قابل مشاهده هست یه چیزیه، مشاهدهگر که دارد اون چیزها رو میبیند یه چیز دیگه است. و حالا سوال اینجاست، من ازت میخوام گاهی اوقات توی زندگیت یه لحظه سکوت کنی و چشماتو ببندی و از خودت بپرسی. الان مثلا در مورد یه موضوعی احساس بدی داری، از خودت بپرسی من دقیقاً کیم؟ مثلا من فلانیم. چه کسی داره به این موضوع نگاه میکنه؟ چون این احساس بدی که تو من تولید شده به خاطر نوع نگاهیه که من به این موضوع دارم. معمولا ما اینجوری میگیم نه دیگه، این چیزی که من دیدم، این رفتاری که این آدم کرد رفتار خیلی بدی بود، به من توهین کرد، این چیزی که من دیدم این چیزی که همه میبینن. نه، اگر اینجوری بود هرگز این اتفاق نمیافتاد. شما الان یه جمعیت وسیع رو برید تو سطح شهر و کشور و این کره زمین نگاه کنی، میبینی آدمای فقیری هستن. بعد بهشون میگی چرا فقیرید؟ میگه به خاطر اینکه پدر مادرمون فقیر بودن، ما هم توی منطقه فقیر بزرگ شدیم، به دنیا اومدیم و رشد کردیم. اگر واقعیت این بود، پس این همه ثروتمندی که از دل فقرا بیرون اومدن اینا چیه؟ این نشون میده دیدن خیلی مهمه. ما یاد گرفتیم چی رو ببینیم، ما یاد گرفتیم چه جوری ببینیم، ما یاد گرفتیم چیا رو ببینیم. آیا اول به این من واقفم، من به این اعتراف میکنم که چیزی که من میبینم با چیزی که شاید یه نفر دیگه ای نگاه کنه فرق میکنه. بچه من خیلی وقتا مثلا مشاوره که میدم، طرف به نوع زندگیش نگاه میکنه، حسابی داره رنج میکشه، ناراحت، عصبانیه. بعد وقتی من باهاش صحبت میکنم، من به همون موضوعی که اون گفته یه جوری دیگه ای نگاه میکنم، بعد طرف احساسش عوض میشه. پس من به همون موضوعی که اون نگاه کرده و حال دلشو بد کرده نگاه میکنم،
از یه زاویه‌ای بهش نگاه میکنم، بر مبنای شعورم، بر مبنای دیدگاهم، شخصیتم، نوع جهان بینیم به اون موضوع نگاه میکنم و به اون آدمه وقتی توضیح میدم حال و احساسش خوب میشه. من طرف مثلا یه آدمیه که اعتماد به نفس نداره، به خودش یه جوری نگاه کرده که هیچ اعتماد به نفسی براش نمونده، بعد من به همون آدمه یه جوری دیگه نگاه میکنم، توضیحش میدم، وقتی توضیح میدم اعتماد به نفس اون آدم میاد بالا. دیدن همه چیز هست. سوال اینجاست که الان اگر من دارم به خودم نگاه میکنم دقیقاً کی داره به من نگاه میکنه؟ الان اگر من دارم به خود، مثلا میری جلو آینه، وقتی میری جلو آینه خودت رو نگاه میکنی شگفت زده نمیشی؟ فکر نکن تو همه اون چه که میشد دید رو دیدی، انقدر به دیدت مطمئن نباش. من توی این لایو دارم سعی میکنم که تو به شک بیفتی. به چی؟ نه به تصویری که میبینی، چون تو وقتی خودتو، قیافه خودتو، جسم خودتو، بدن خودتو میبینی یه احساسی به خودت داری، احساس بد یا احساس خوب. خب معمولا اگه احساس خوبی داشته باشی که لایک داری، حتما داری بهتر میبینی، درست‌تر میبینی. ولی اگر به خودت نگاه میکنی، به قابلیتات نگاه میکنی، به قیافت نگاه میکنی و احساس خوبی نداری، به چیزی که داری نگاه میکنی که قیافه خودت باشه، توانایی خودت باشه، به اون شک نکن. به چیزی که باید شک کنی اینه که آیا تو داری درست میبینی؟ و سوال اینجاست چه کسی داره به من تو آینه نگاه میکنه؟ چه کسی داره به من نگاه میکنه؟ مثلا فکر کن در مورد پول داری به پول فکر میکنی، به یه موضوعی در مورد پول فکر میکنی، بعد اتفاقی که برات میفته اینه که احساس مچاله شدن میکنی، احساس کمبود میکنی. مثلا یه عددی تو جیبته، یه چیزی میخوای بخری، بعد همش به کمبودش فکر میکنی. اگه تموم، فقط اینجا کافیه که وقتی یه احساس بد به دست میده از خودت بپرسی دقیقا من کیم؟ میگی من فلانیم. خب چه کسی داره به این موضوع نگاه میکنه؟ به این موضوع چه کسی داره نگاه میکنه؟ یه کسی که باور داره به فقر، یه کسی که باور داره به اینکه پولتو خرج کنی دیگه نمیاد. در مورد رابطه چه احساسی داری؟ احساس میکنم که من مثلا هیچ وقت به اندازه کافی نیستم که اون آدم ایدئالی که میخوام وارد زندگیم بشه. خب همون لحظه یه احساس بد بهت دست میده، همون لحظه اون احساس رو به رسمیت بشناس و از خودت یه سوالی بپرس من کیم؟ تو در نظر خودت یه کسی هستی دیگه. خب من کیم؟ من فلانیم. چه کسی داره دقیقا به این موضوع نگاه میکنه؟ به ازدواج کی داره نگاه میکنه؟ نه کی میاد خواستگاری من؟ این کیه داره این حرفو میزنه؟ کسی که داره به ازدواج نگاه میکنه کیه؟ در درون تو یه کسی داره به ازدواج نگاه میکنه، در درون تو یه کسی داره به پول نگاه میکنه، در درون تو یه کسی داره به رشد نگاه میکنه. مثلا موضوع رشد رو گذاشته جلوش، موفقیت رو گذاشته جلوش، در درونت یه کسی داره بهش نگاه میکنه. آیا این کسی که داره این چیز رو نگاه میکنه تویی یا یک سری باورهای محدود کننده است که داره نگاه میکنه؟ حالا میگی چیکار کنم؟ به نوع نگاه شک کن و در موردش صحبت کن. بنویس چجوری داری به موضوع پول، همین الان میخوای تو زندگیت رشد و ارتقا پیدا کنی در مورد پول. خب اول بنویس، من مثلا رویاتو بنویس، من خواستتو بنویس، هدفتو بنویس، چی میخوای؟ اینو میخوام. خب در تو احساسی تولید شد؟ نشد؟ اینو بپرس کی داره به این موضوع نگاه میکنه؟ کی داره به رسیدن نگاه میکنه؟ کی داره به موفق شدن نگاه میکنه؟ یه کسی که احساس خود کمبینی داره، این ریشش تو اون باورهاست. من کافی نیستم، ارزشمند نیستم و بی‌ارزم، من بی‌کفایتم. خب سوال اینجاست اگر این احساس تو الان شکل گرفت به خاطر نوع نگاه کردن، سوال اینجاست این تویی؟ نه من نیستم. خب نگاش کن چه کسی داره توی تو به پول نگاه میکنه؟ چه کسی داره توی تو به ازدواج نگاه میکنه؟ چه کسی داره توی تو به رشد و ارتقا نگاه میکنه؟ چه کسی داره توی تو به سلامتی نگاه میکنه؟ چه کسی توی تو مثلا حالا گفتم سلامتی، فکر کن یه نفر یه سرماخوردگی، یه آفت ساده، یه نمیدونم یه زخم کوچیک
توش به وجود میاد شروع میکنه به اون موضوع انقدر جنایی نگاه کردن. وای دکتر برام آزمایش نوشته، من دیگه میمیرم، من فکر کنم از بین میرم. چه کسی داره به این موضوع؟ یک موجودی که پر از ترسه. آیا تو اونی؟ نه من اون نیستم. اما وقتی باش همسو میشی قبول کردی که تو اونی. من میخوام از اون کسی که نیستی یه فاصله بگیری بهش نگاه کنی. چرا بقیه به آرزوهاشون فکر میکنن پر میشن از احساسای خوب؟ آقا الان میخوای بری تصویر سازی کنی، تصویر ذهنی بگیری، چه کسی داره تصویر سازی میکنه؟ من. خب چه احساسی به دست داد؟ هیچ. اگه هیچ احساسی به دست نداد پس اون کسه رو بنویس. اون کیه؟ یه کسی که ناباور، بی ایمانه، اصلا به روزهای خوب باوری نداره. خب تو اونی؟ نه اون نیستی. ازش فاصله بگیر، یه بار دیگه حالا تصویر سازی کن با یه کسی که یه پر از اون باورهای بهتری داره، نظر امیدوارتره. اگر میبینی یه آدم افسرده دور بر زندگیت هست، خیلی افسرده است، به هم ریخته است، اذیته، به خاطر نوع نگاه کردنش به موضوعات. والا ما هم مثل اون آدمه توی زندگی، توی جامعه داریم زندگی میکنیم. تو داری چجوری نگاه میکنی که انقدر افسرده شدی؟ آیا چیزها به بچه این نکته مهمه، اون آدم افسرده در نظر بگیر، با این مثال بهتر جا میفته. اون آدم افسرده در نظر بگیر. خب اون آدم به زندگی و به موضوعات زندگی، به جامعه، به وضعیت جامعه داره یه جوری نگاه میکنه که پر شده از افسردگی و ناامیدی. مگه ما توی اون جامعه نیستیم؟ شما در طول روز میبینید هم میخندیم، هم ناراحت میشیم، هم میریم سر کار، هم میایم، اتفاقات خوب، اتفاقات بد، همه چیز برامون رخ میده. اما نوع نگاه ما یه جوری نیست که ما افسرده بشیم. غمگین میشیم ولی افسرده نمیشیم. چرا؟ مگه تهرانی که الان در اختیار منه در اختیار اون آدم افسرده هم نیست؟ مگه مترویی که من میتونم استفاده کنم اون نمیتونه استفاده کنه؟ مگه اتوبوس، چه میدونم، تمام امکانات، مگه پارک، مسجد، همه چیزهایی که توی تهران در اختیار منه در اختیار اونم نیست؟ مگه فرصت شغلی که در اختیار من هست در اختیار اون نیست؟ من الان سه کارمندا، من یه کارگر. مگه مثلا 99% از جامعه همه زدن و بردن و رشد کردن رفتن بالا، این یه دونه مونده که اینجوری داره افسرده نگاه میکنه؟ بعد مثلا اون آدمه نگاه میکنه میگه من مادرم از دست دادم بچه بودم. مگه من مادرم از دست ندادم بچه بودم؟ تو چجوری نگاه میکنی که افسرده میشی؟ که من نگاه میکنم افسرده نمیشم. یعنی دردی که تو داری منم دارم. چرا من افسرده نمیشم؟ دیدن همه چیز است. حالا این آدمه که افسرده میشه به یه چیزی ایمان داره، به یه چیز فقط ایمان داره. ایمان داره درست میبینه. چجوری؟ اون آدمی که افسرده شده مثلا اینجوری میبینه، میگه من مادر که ندارم، پدرم ندارم، شغل ندارم، کار ندارم، هیچ امکاناتی هم ندارم، سرمایه هم ندارم، مشتم پر نیست، پشتم پر نیست، هیچ تخصص خاصی هم ندارم، سنم هم داره میگذره، هیچی هم منو دوست نداره، هیچکی بهم زنگ نمیزنه. خب اینجوری نگاه میکنه، درست؟ به افسرده میشه. بعضی وقتا به خودکشی میرسه. اوکی؟ منم دقیقاً تو همین وضعیت بودم. چرا من افسرده نشدم؟ حالا مشکل اینجاست که این آدمه که اینجوری به همین وضعیت که منم داشتم نگاه میکنه افسرده میشه. چرا؟ چون ایمان داره درست میبینه. این ایمان داره درست میبینه. چیو؟ تاریکی رو. فکر میکنه این داره به هر جای زندگیش نگاه میکنه فقط تاریکی داره میبینه. بعد فکر میکنه که، ببین فکر نمیکنه، ایمان داره درست میبینه. من مشکلم اینجاست. به نگاهت شک کن، نه به چیزی که میبینی. چون به همون چیز منم دارم نگاه میکنم. هایم میخوای بگی از سنت گذشته؟ منم توی 97 به خودم فکر کردم، گفتم دیگه فرصت خدا به آدم تو 20 سالگی میده، دیگه از من گذشته. نه، وقتی گفتگوهای درونیت به ایمان داری، به گفتگوهای درونیت همین امروز تصمیم گرفتی زندگی تو ارتقا بدی، خیلی خوب، یه نگاهی داری دیگه، یه کسی هستی که اون کس یک دیدگاهی داره به رشد و ارتقا.
بلافاصله فکر میکنه خب از کجا، آخه چه جوری، با کدوم فرصت، با کدوم موقعیت، با کدوم وضعیت، با این شرایط دلار، با اون. بعد اینجوری که نگاه میکنه یعنی اولش های بودا، بعد فس میشه. چه کسانی رویاهایشان را دنبال نمی کنند؟ آنانی که وقتی نگاه میکنن چیز خاصی را نمی بینن، یعنی کورسویی نمی بینن، روزنه‌ای نمی بینن، آنها فس می شوند. مشکلشون چیه؟ نداشتن امکانات؟ نه، یه دروغ بزرگه، چون تقریبا 90 خورده درصد از آدمای موفق دنیا از دل بی امکاناتی رشد کردن. پس مشکل اینا چیه؟ این دیدشون رو باور دارن، فکر میکنن به زندگی فقط یه مدل میشه نگاه کرد، اونم اون مدلی که اینا نگاه میکنن. این دسته از افراد متعصبانی هستن که اصلا نمیشه بهشون نزدیک شد. این دسته از افراد از داعشیا متعصب ترن. ولی یه آدمی هست میگه آقا من به دیدگاه خودم ایمان ندارم، دیدگاه هم سیاه تاریکه، میگه هیچی درست نمیشه، وضعیت همینجوری میمونه، همچنان تکرار میشه، اوضاع خوب نمیشه، من که نمیتونم، عرضه ندارم، مگه تا حالا شده که بعد از این بشه، آخه چه جوری، از کجا؟ این یه دیدگاه داره این آدمه، ولی ایمان نداره به دیدگاهش و اجازه میده یکی دیگه بهش کمک کنه. حالا یکی دیگه خداست، خدا حالا از طریقای مختلف بهش کمک میکنه. من میخوام بهت بگم امروز رویاتو بنویس، باید هایی بشی. اگر هایی نشدی، معمولا آدم ها اینجوری هن، وقتی رویاتو بنویسی ببین ته چیزی که میخوای و بنویس. باید حست بیاد بالا. اگر حست نیامد بالا، تو مشکلت تو دیدگاهته، چون اون چیزی که تو نوشتی، آقا فلان خونه، فلان کارخونه، فلان وضعیت، فلان ماشین، فلان درآمد، فلان ویلا، فلان مسافرت، فلان تفریحات، همه اینا خواسته های انسانه دیگه، ازدواج فلان، نمیدونم فلان، همه اینا باید بتونه تو رو های کنه. اگر تو رو های نکرد، اونا نیست که تو رو های نمی کنه، نگاه تو به اوناست که توی اون نگاهه نمیذاره اون شخصی که توی توه و داره به این موضوعات نگاه میکنه باوری به رسیدن و به داشتن و به شدن نداره. و تو وقتی اون احساس رو میذاری در تو شکل بگیری، یعنی تو با اون منفی نگاه کنه یکی هستی. دیدن همه چیزه. خب حالا بریم سراغ خوبش، بریم سراغ بخش مثبتش. بچه‌ها یه بار دیگه میگم، توی زندگیت برو ببین چه چیزهایی زیاده به فراوانی یافت میشه، از مشکلات گرفته تا راه حل‌های خوب، از بدبختی گرفته تا خوشبختی، از بیپولی گرفته تا درآمد و ثروت و دارایی، از تنهایی گرفته یا توی جمع بودن، از دوست نداشتنی بودنت توی جمع گرفته تا دوست داشتنی بودنت توی جمع. اینکه میخوانت یا اینکه نمیخوانت، چی تو زندگی تو فراوانه، اینکه همش تو حالت انتظاری، گیری، منتظری، حالا این اگه اونجوری بشه بعدش اینجوری بشه، ایشالله کار ما را بیفته، تو حالت اضطراری، تو حالت انتظاری، منتظری. اگر این تو زندگیته، یا اینکه نه دست به خاک میزنی طلا میشه، کارات را میفته، ابر با اون خورشید و فلک دست به دست میدن، این کارهای تو رو راه میندازن. اگر گشایش توی زندگیت هست، اینا زیاده، یا برعکسش مدام هی به در بسته میخوری، بنبسته، گیر داری، چیا تو زندگی تو زیاده؟ دلیل زیاد شدنش دیدنه. هر چرا که ببینی اون چیز شروع میکنه به رشد. حالا فقط تو بیرون نیست، بریم سراغ درونمون. در درون تو کدام احساسات بیشتر تکرار میشن؟ احساس غم، ناراحتی، احساس گناه، تقصیر، احساس تنهایی، اضطراب، ترس، تشویش، نگرانی، انتظار، احساس خلا، احساس پوچی، احساس بیارزشی، حس ناکافی بودن، حس ناشایستگی، حس بیلیاقتی، حس دارایی، حس بینیازی، حس نیازمندی. کدام احساسات در تو هی داره تکرار میشه؟ کدوم احساسات؟
اون احساسی که در تو بیشتر داره تکرار میشه، یعنی در طول روز یعنی 60 بار احساس غم میاد سراغت، یا 60 بار احساس تنهایی میاد سراغت، یا 60 بار احساس ترس میاد سراغت، یا بی‌حوصلگی، 60 بار احساس بی‌حوصلگی و کلافگی میاد سراغت. هر چه که در زندگی تو می آید و میماند همان چیزی است که تو بلد نیستی چجوری باش برخورد کنی و اون چیز تو زندگیت میمونه، نمیره. وقتی غم میاد شروع میکنی به جنگیدن با غم و غم رو نگرش میداری. غم طولانی میمونه، مهمان خانه تو میشه. چرا؟ چون داری میبینیش، هی داری میبینیش و این داره گسترش پیدا میکنه. قانون این است در این جهان: آنچه در زندگی تو به فراوانی یافت میشود همان چیزهایی است که تو به فراوانی بهشون نگاه میکنی، بهشون توجه میکنی. به چی داری بیشتر توجه میکنی؟ نمیدونم. خب ببین، نداره، اشکال نداره، برو ببین چیا تو زندگیت زیاده، تو به همونا داری بیشتر توجه میکنی. چرا داری توجه میکنی؟ اصلا اهمیتی نداره. با چه قصدی داری توجه میکنی؟ اصلا اهمیتی نداره. چقدر مجبوری توجه کنی؟ اصلا اهمیتی نداره. هیچ اهمیتی نداره. چه قصدی داری؟ چرایی چیه؟ چه نیتی داری؟ چقدر مجبوری؟ اصلا اینو مهم نیست. به چی داری نگاه میکنی؟ و یادت باشه اگر تو ببین بچه ها، امروز من داشتم صحبت میکردم، یه بنده خدایی میگفتش که من زشتم و مشکل من اینه که احساس میکنم خیلی زشتم. گفتم یه چیزی بهت بگم خندت بگیره. مثلا طرف میگه من زشتم آنقدری که باید پول ندارم و یه مورد دیگه هم بود، مثلا تو رابطهش بلا مشکل دارم. گفتم همه اینا باعث میشه تو احساس بدی داشته باشی، درسته؟ آره، من اگر به این 3 چیز برسم، یعنی اگه من خوشگل بودم، امیدوارم که این 1 دقیقه‌ای که میخوام صحبت بکنم رو با تمام روحت و سلولات بشنوی، چون خیلی بهت کمک میکنه. یکی از بازی‌های ذهنت برات رسوا میشه. میگم من زشتم، رابطم فلان مشکل رو توش داره و به اضافه اینکه یه مقدار اگر اون پول ایدئالی که میخواستم میومد، من دیگه حالا خیلی خوشحال بودم، خیلی هپی بودم. بهش گفتم خیلی خوب باشه، من عقدتو قبول میکنم، فقط یه سوال ازت دارم. گفت چی؟ گفتم که 3 چیزی رو که توی زندگیت داریشون و بدیهیه، اون 3 چیز رو به من میشه بگی؟ گفت پیچی نداره. گفتم نه، 3 چیزی که داریشون. ببین تو 5 چیز هست تو زندگیت نداری؟ آقا 5 چیز هم هست تو زندگیت داری. خوبه؟ گفت خب. گفتم یکیشو بگو. گفت مثلا ماشین. یه ماشین مثلا 206 داره. گفتم به من بگو رابطه تو با چیزی که به عنوان ماشین، با چیزی که داریش و عادی و طبیعی و بدیهی تو زندگیت، رابطت باهاش چجوریه؟ گفت هیچی، بی تفاوتم. گفتم یه مورد دیگه بگو. گفت مثلا خونه دارم. گفتم باهاش رابطت چجوریه؟ گفت هیچی، به اونم بی تفاوتم، مثلا اصلیه. گفتم یه دور دیگه هم من بهت بگم، مثل سلامتی. این نوع رابطه تو با داشته هاته. حالا تو فکر میکنی با داشته های بیشتر رفتار تو عوض میکنی با داشته هات؟ سوالی که ازت میخوام بپرسی، برو امروز از خودت بپرسی. یه سوال از خودت بپرس: رفتار تو با داشته هات چه شکلیه؟ آیا ذوق، شوق، خوشحالی، شوق‌گذاری، لذت، شادی را برای تو میآورد؟ همون چیزایی که داری ها برات میاره؟ اگر نه، توجیهش نکن. این رفتار تو با چیزیه که مثل بعضی از آدما، اگر بعضی پسرها یا بعضی دخترها اینجوری هن، اگر بفهمن یکی دوستشون داره، سگ محلش میکنن. آقا باید اینجا بری بنویسی تو اساسنامت، بنویسی اساسنامه من، قانون من اینه، هر کی منو دوست داشته باشه من سگ محلش میکنم. اینجوری ما میتونیم بفهمیم آقا، یه تراز از شما میتونیم بگیریم که آقا رفتار شما با کسانی که شما را دوست دارن، حالا تو جنس مخالف، چگونه است. من
من خودمو بگم؟ بله بفرمایید. من رفتارم این گونه است: آنانی که من را دوست دارن آنان را سگ محل میکنم. خیلی خب، اینو فهمیدی؟ از خودت قبول کردی؟ بله. خب حالا الان باز دوباره دنبال یکی دیگه هستی که تو رو دوست داشته باشه. خب تو سگ محلش میکنی. این رفتار تو با کسیه که تو رو دوست داره. خب رفتار تو با چیزی که داری تو زندگی چیه؟ هیچی. فکر میکنم یه چیز بی ارزشه، اهمیتی هم نداره، اصلا جدیش هم نمیگیرم. مثل چی؟ مثل سلامتی. دیدید بعضی وقتا یه کسی میاد قور میزنه باهاش صحبت میکنه، میگی پسر دختر تو جوونی، سلامتی، ولم که بابا سلامتی دارم. این رفتار من با داشته‌هامه. آیا تو فکر میکنی داشته‌های بیشتر داشته باشی رفتار تو عوض میکنی؟ نه، این تویی. پس قبل از اینکه به داشته‌های بیشتر برسی نگاه کن ببین تو با چیزهایی که داری چقدر بد تا میکنی. این چنگی مثلا زندگی به من امروز توی کلاس به یکی از دوستام گفت آدم این چنگی که میزنی، این هرسی که میخوری، این اضطراری که داری، حتما عجله داری بهش برسی. مثلا میخوای برسی چیکار کنی؟ یه چیز داری سگ محلش میکنی، 3 تا چیز نداری یکی از اونا رو دوباره به دست میاری میذاری بغل این یکی که سگ محلش میکنی که بری دوباره اون 2 تا چیزی که نداری رو بگیری با سختی به دستش بیاری که بذاری بغل این 2 تا بشه 3 تا چیزی که سگ محلش میکنی، بعد 4 تا اخلاق تو با داشته‌هات چگونه است؟ یکی از داشته‌هایی که داری وجود خودته. به من بگو با وجود خودت چگونه ای؟ یه وجودی داری دیگه. یکی از چیزهایی که داری جسم توه، بدن توه. تو با بدنت چگونه ای؟ مثلا قربون صدقه دستات میری که همکاری میکنن و تمام خدمات روزانه تو رو بر تو انجام میدن. این ببین بچه اول باید اخلاق خودمون رو بدونیم. اینقدر ما همش فکر میکنیم با بیشتر به دست آوردن، با بیشتر داشتن به احساس بهتری میرسیم. اینجوری نیست. با احساس بهتر داشتن، با همون چیزایی که داریم انقدر خودمون رو بی نیاز میبینیم که در ما احساس بی نیازی تولید میشه. بچه ها اگر بخوایم قانونا رو نگاه کنیم، من یه چیزی رو بهتون بگم به جان خودم، این لایو یک دوره بی نظیره که خدا شاهده اگر بخوای این لایو رو دوره کنی، یه مثلا 10 جلسه 2 ساعته اینو برگزارش میکنی، یه نفر مثلا 400 میلیون میفروشه. من توی رایگان بهت میگم اینم هدیه من به تو. انرژی، یه سوالی توی ریاضیات انرژی این شکلیه آقا، هر انرژی که داری خب در جهان بیرونت اتفاقاتی که اون بیرون هست به این انرژی که تو داری واکنش نشون میده. اول ببینیم مثلا انرژی وجود داره یا نداره. شما 2 نفر رو در نظر بگی کنار هم دیگه وایسادن، یکیشون روبرشون سگ وایساده، یکیشون از سگ خیلی میترسه، اون یکی از سگ نمیترسه. سوال اینجاست این سگ از کجا میفهمه این یکی میترسه؟ چون جفتشون هم وایسادن دارن به سگ نگاه میکنن بدون هیچ واکنش. این سگ از کجا میفهمه که این میترسه و به سمت اونی که میترسه پارس میکنه؟ از انرژی. سگ چیه برای تو زندگی تو؟ جزئی از کائنات. اگر سگ انرژی تو رو میفهمه، پولم انرژی تو رو میفهمه، بدبختی هم انرژی تو رو میفهمه. اگر سگ انرژی تو رو میفهمه، انرژی تو چیه؟ اونجا سگ فهمید انرژی تو ترسه، تو از سگ میترسی، تو فوبیای سگو داری. اوکی؟ پس سگ به خاطر انرژی و امواج و فرکانسی که از تو میاد، سگ شناسایی میکنه به سمت تو حمله میکنه. اوکی؟ حالا فکر کن پس در درون تو چه احساسی؟ احساس ترس. حالا فکر کن تو روبروی مثلا یه آقایی وایسادی، یه خانومی روبروی یه آقایی وایسادی، احساسی که داری اون لحظه دیت اوله. چه احساسی داری؟ احساس کم بودن، ضعیف بودن، حقیر بودن، بیارزش بودن. اون آقای میاد با تو دیت میکنه، خیلی خوب و خوش محترمانه 1 ساعت با هم میرید یه رستورانی، یه کافه‌ای، بعدش میره دیگه جواب تلفنتو نمیده. من نمیدونم چرا ما قبول میکنیم الان تو کل جامعه و دنیا جا افتاده که سگ بو میکشه، ترس تو رو میفهمه.
ولی یه انسان نمیتونه بو بکشه احساس کمبود تو را یا ناکافی بودن تو رو بو نمیکشه، نمیفهمه. چرا ما امواج رو توی وای فای قبول داریم؟ چرا ما قبول من همین الان میخوام به یکی از دوستام زنگ بزنم، دقیقاً هم میدونم به چه کسی، مثلا به آقای فلانی میخوام زنگ بزنم، چرا من قبول میکنم توی 90 میلیون جمعیتی که 90 میلیون تا موبایل دارن، چرا من این ایمان رو، اعتماد رو، باور رو دارم که اگر شماره فلانی رو بخوام بگیرم مستقیم شماره فلانی رو میگیره؟ اینا این گوشی ها از طریق موج با هم در ارتباطن، چرا اینو قبول دارم ولی از نظر انسانی مثلا چیزی به نام انرژی و فرکانس و ارتعاش و اینجور چیزای امواج رو قبول ندارم؟ چرا من این مود یا موج رادیویی رو قبول دارم که آقا اگر تو موج رادیو مجلس نندازی نمیتونی رادیو مجلس رو بشنوی، تو موج رادیو جوان نندازی رادیو رو نمیتونی رادیو جوان رو. چرا اینو قبول دارم ولی در رابطه با انسان ها و روابط انسانی انرژی رو قبول دارم؟ من فکر میکنم انسان آدمه دیگه. آدم چیزیه که 2 بازو، 2 پا و یه دونه کله و بعد سرشونده و کبد و کلیه. آدم امواج نداره، آدم انرژی نداره. این اعتقاد عموم جامعه است. چون اگه من هم چیزی رو قبول داشتم، مثلا دختر خانم به جایی که 3 ساعت رژ لب بزنی و نمیدونم کرم پود بزنی و هی به خودت برسی، یه ذره رو انرژیت کار کن. انرژی. چرا سگ باید ترس منو بفهمه ولی اون آدمی که باش قرار گذاشتم احساس خودکمبینی منو نفهمه؟ آها، چون موامو چتری کردم، پشت چتری دیگه معلوم نمیشه. آها، اون شال سبز رو که میندازم مثلا احساس خودکمبینی من معلوم نمیشه. معلوم میشه. بعد با تعجب میگه این چرا رفت؟ چرا باید نمیرم؟ مگه میشه تو ترسیدی، پر ترسی، سگه بو نکشه ترس تو رو، پارس نکنه؟ خب اینم آدمه، اتفاقا از سگ خیلی قوی تره، خیلی هوشیاری بیشتری داره، خیلی هوشمندتره. میفهمیم، چرا نمیفهمیم؟ شما دیدی یکی باهات داره صحبت میکنه، بهترین حرفای دنیا رو میزنه ولی حرفاش روح نداره، حس نداره. شما میزنی میره. شما از کجا میفهمی؟ اونم از همون جا میفهمه. شما چجوری میفهمی؟ اونم همون جوری میفهمه. خب حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که الان شما چی میخواید؟ دوستان عزیزی که الان توی این لایف هستید، چی میخوای؟ خواست چیه؟ آقا ما بگیم بفرما خواسته من پوله. خب چرا پول به دستم میاری؟ آقا راستشو بهت بگم، من دارم وایس گوش میکنم، تمرین میکنم، مینویسم، شکرگزاری میکنم ولی پول نمیاد تو زندگی. خیلی حالم خوب شده، خیلی اخلاقم خوب شده، خیلی انرژیم خوب شده، همه چیم خیلی خوب شده ولی پول نمیاد. خیلی خوب باشه. سوال: اگر شما به پول برسی و ثروتمند بشی، اگه از بین تمام این احساساتی که وجود داره، اگر پول بیاد تو زندگیت، به اون ایدئالت برسی، به کدام احساسات میرسی؟ چه احساساتی به دست میاری؟ چه احساسی به دست میاری؟ به یکی گفتم بگو چه احساسی؟ گفت احساس این که میرم خونه بابا مینا بعد بهش میگم که چه خبر و اینا. این که احساس نیست. احساس یعنی چی؟ ما 5 تا احساس اصیل داریم: غم، شادی، ترس، خشم، انزجار. خب و یه سری احساسات دیگه داریم که زیر مجموعه این 5 تا احساس اصیلن، مثل احساس تنهایی، احساس اضطراب، ترس، نگرانی، تشویش، نگرانی، حس خلأ، حس پوچی، حس شادی، حس خوشحالی، حس ذوق و شوق، اشتیاق، هیجان و احساسات دیگه. از بین این احساسات سوال من اینه: اگر شما به ایدئال مالیت برسی، چه احساسی در خودت تجربه میکنی؟ چه احساسی بهت دست میده؟ چه احساسی؟ حالا بهش فکر کردی؟ چه احساسی بهت دست میده؟ خب من بهت بگم، تقلب میرسونم. اگر شما با اون ایدئال مالیت برسی، اولین احساسی که بهت دست میده حس آزادی
و حس امنیت مالی و حس رهایی و حس بی‌نیازی به دست میده. اوکی؟ بله. خب در طول روز شما داری تمرین میکنی، وایس گوش میکنی یا زندگیتو انجام میدی، آیا این 4 احساس رو داری احساس میکنی؟ نه استاد، من همش دارم تمرین میکنم و منتظرم که سریعتر برسم. من یه اضطراری داره. آخه میدونی چیه؟ صاحبخونه‌مون گفته خونه‌تون رو باید تخلیه کنید، ما هم پول بشه. من الان اگه دارم تمرین میکنم، میدونی آخه من دلیل دارم برای اینکه عجله دارم. خیلی خوب باشه، دلیلت رو چشم. فقط سوال، چه احساسی داری؟ احساس انتظار. احساس انتظار میتواند اتفاقاتی که تو دلش احساس رهایی، آزادی، بی‌نیازی و امنیت دارد را جذب کند تو زندگیت؟ نه، نمیتواند. باشه، اولی خب من قسم هم خیره، اینم بگم ولش کن قصد تو. خب باشه قسم ول میکنم، ولی من مجبورم آخه. ولش کن اجبار تو. زبان دنیا رو میفهمی؟ تو نمیتوانی با احساس ترس عشق را جذب کنی. تو نمیتوانی با احساس کمبود فراوانی را جذب کنی. اینو متوجه میشی؟ درد بزرگ ما تو زندگی اینه که ما یه زبانی رو تو بچگی یاد گرفتیم، میگه اگر چیزی رو میخوای برو در خونه همسایه رو بزنه، گریه کن، گیر بده، خواهش کن، بهت میده. گریه کن، بغض کن، نمیدونم التماس کن، خواهش کن، بهت میده. بعد ما فهم میکنیم با همون روش حالا باید با جهان هستی هم همون جوری برخورد کنیم. این نیست، قانونش این نیست. زندگیت داره اینو نشون میده. برو ببین هر وقت هر چیزی رو که خیلی میخوایش به جایی که به دستش بیاری ازت دور میشه. یعنی جوری خیلی میخوای که دیگه محتاج شد، یعنی میگی بدون تو من نمیتونم، تو باید باشی. هر چی رو دنبالش اینجوری میری بدتر اون ازت دور میشه. حالا میخواد تو رابطه باشه، میخواد پول باشه، میخواد موقعیت زندگی باشه، فرقی نداره. هر چیزی رو که التماس میکنی ازت دوری میکنه، چون التماس کننده یک حقیری بیش نیست و هرگز کسی که خودش رو بزرگ میبینه با یک کوچیک همتراز نمیشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. زبون دنیا اینه. چی میخوای؟ پول میخوام. اگر پولدار بشی چه احساسی بهت دست میده؟ من والا اگه پولدار بشم حس بی‌نیازی، حس رهایی، خیال راحتی، آزادی. خب الان این احساسات رو در طول روز در کنار تمرینات داریشون این است. چون همه تمرینای تو باید به احساس ختم بشه، چون احساس تو به انرژی ختم میشه و جهان با انرژی تو کار داره، نه با قصدت کار داره، نه با گذشتت کار داره، نه با اینکه خانواده‌تون چند نفره هست کار داره، نه با اجبارت کار داره که تو چقدر مجبوری الان، نه با نیازت کار داره. بچه‌ها این اسمایی که دارم میگم تو قبرستون میبینید آدم‌های نیازمندی که مردن و رفتن به آرزوهاشون نرسیدن، پولدار نشدن، موفق نشدن. آدم‌های مجبوری که پولدار نشدن، موفق نشدن. آدمایی که قصد خیرم داشتن ولی پولدار نشدن. آدمایی که عجله داشتن ولی پولدار نشدن. آدمایی که گذشته تلخی داشتن ولی پولدار نشدن. این دنیا داره با تو حرف میزنه، میگه چی میخوای؟ همون احساس رو باید توی خودت داشته باشی. جالب اینجاست که اینجوری نیست که تو چیزی رو جذب کنی. این نکترم برو بنویس برای خودت داشته باشی. در این جهان این شکلی نیست تو چیزی رو بخوای جذب کنی. تو فقط در حال دفع هستی. تو همه نعمتها، یعنی اگر بخوای بگی تو چیزی رو جذب میکنی یعنی خداوند دروغگو بوده، چون گفت ما قبل از اینکه چیزی را بخواهی به تو دادیم. همه چیزم در اختیارته. زمین و آسمان هم به تسخیر تو در آوردیم. اوکی؟ من از روح خود در تو دمیدم. اصلا بچه من یه چیز علمی بهت بگم که خیالت راحت شه. وقتی روح خداوند در درون توه، همه چیزهایی که اول خدا برای من تعریفش چیه؟
خدا برای من تعریفش رشد، فراوانی، آزادی، بینیازی، شادی، خوشحالی، دارایی، نور و روشنایی و فراوانی است. اوکی؟ خدا تعریفش برای من اینه. خدا میگه من از روح خود در تو دمیدم، یعنی همه اینا توی منه. وقتی اینا توی منه، بلا فاصله هر چیزی بیرون از من که ربط پیدا میکنه به فراوانی، نور، روشنایی، محبت، شادی، ثروت، خوشحالی، اینا میاد سمت زندگی من، میاد سمت من. اوکی؟ پس لازم نیست من چیزی رو جذب کنم، اما قطعا اگر چیزی نداری تو همه این چیزایی که گفتم داری دفع میکنی. باورات داره اینا رو دفع میکنه. چرا؟ چون از روزی که تربیت شدی، یعنی 5 سال، 7 سال، 8 سالت که گذشت تربیت شدی، قشنگ فهمیدی چجوری میشود احساس بد را در خودت تولید کنی. و نکته جالب اینه که چجوری دفع میشه این نعمت و برکت خدا، حق الهی چجوری دفع میشه؟ زمانی که تو با نوع دیدنت احساس بد تو خودت تولید میکنی. این احساس بد هیچ ربطی به نور نداره. تو با نوع دیدنت وقتی خودت افسرده میکنی درون تاریک میشه و روشنایی رو دفع میکنه. در جهان هر چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را میکشد، ناریان بر ناریان را جاذبند. خواهم بگم هر چیزی شبیه خود. اصلا شما نگاه کن تو روابط اجتماعی مون هم همینجوریه. آدمایی که وجه اشتراک اخلاقی زیادی به هم دارن میشن دوستان صمیمی. یعنی اونا جهانبینیشون خیلی به هم نزدیکه، اعتقاداتشون خیلی به هم نزدیکه. پس یه کاراکتر با یه کاراکتر دیگه همدیگر رو جذب میکنن. چرا؟ چون وجه اشتراک دارن. همه اونایی که توی یه زندانی هستن دور هم جمع شدن، اینا وجه اشتراک دارن. همه اونایی هم که توی بیمارستان هستن وجه اشتراک دارن. همه اونایی هم که توی استادیوم هستن اونا هم وجه اشتراک دارن. همه اونایی که توی یه رشته ورزشی خاصی دارن اونا وجه اشتراک دارن. تو اصلا هر کسی که هستی آدمای این خودتو پیدا میکنی، بعد باشون صمیمی میشی، دوست میشی. حالا قدیم میگفتن دختر و پسر رو همینه، مثلا زن و شوهر هم همینجوریه. خدا در و تخته رو با هم جور در میاره. برید نگاه کنید میبینید زن و مرده خیلی وجه اشتراک دارن که بین این همه تعداد جمعیتی که تو این کشور هست، این زنه از این آقای خوشش اومده و برعکس. خیلی گزینه‌های بهتری برای زنه هستا، خیلی گزینه‌های بهتری برای مردم هستا، ولی این دوتا چون وجه اشتراکی زیادی به هم دارن به هم نزدیکتر شدن و صمیمی شدن. و این اصل و اساس رو بهت گفتم. همه تمرینای تو باید تو رو برسونه به اون احساسه. به کدوم احساس؟ چی میخوای؟ به من بگو اول چی میخوای. من مثلا ازدواج میخوام. اگر به ازدواج رسیده باشی چه احساسی پیدا میکنی؟ الان فکر کن مثلا به ازدواج رسیدی، اول باید پیدا کنی تو چه احساسی پیدا میکنی. مثلا طرف نمیدونه، مثلا بهش میگی خب ازدواج کنی چه احساسی داری؟ میگه احساس که میریم خونه بخت دیگه. میگم اصلا این احساسه، برو سرچ کن ببین اصلا داریم احساس میریم خونه فامیلامون. اصلا این احساسه؟ چه احساسی داری؟ مثلا غمگین میشی، شاد میشی. اصلا تفاوت بین احساس و مثلا شبنامه رو نمیدونه. به طرف میگم آقا چه احساسی داری یا چه احساسی پیدا میکنی؟ میگه احساس این که دیگه وسایلامون رو نمیبریم بیرون، میذاریم همین طبقه بالا. میگه مثلا الان این احساسه؟ چه احساسی داری؟ میگه دیگه لازم نیست بریم خونه بابامون منت اونا رو بکشیم، همون خونه خودمون میشیم غذا. میگم چه احساسی داری؟ احساس رو اول برو اول ببین مثلا چه احساس چی هست، چه احساسی داری. من دوباره شروع میکنه قصه تعریف کنم که احساس این که ما کفشامون رو گذاشتیم اونجا و اونا خیلی خوششون نمیاد از این که ما کفشامون رو دم در گذاشتیم. اگه ما پول داشتیم میرفتیم توی ساختمون خودمون. میگم بابا چه احساسی داری؟ اگر ازدواج کنی چه احساسی خواهی داشت؟ فلان احساس.
حس رهایی پیدا میکنم. اگه ازدواج کنی چه احساس پیدا میکنی؟ من احساس رسیدن پیدا میکنم. مثلا احساس کنم رسیدم، بالاخره تونستم. احساس توانایی. خیلی خوب. الان احساس توانایی داری؟ نه دیگه. من خب اگر چه احساس داری؟ احساس ناتوانی. بچه احساس ناتوانی هر چقدر تلاش کنی نمیتواند اتفاقهایی که توش احساس توانایی هست رو به زندگیت بیاره. حالا استاد من چجوری این رو من دیگه نمیدونم چجوری. اگه بفهمی قانون اینه، من میدونی ما بچگی مثلا روبرو من نشسته بنده خدا داره صحبت میکنه، ما بچگی خیلی سختی کشیدیم، هیچکی ما رو دوست نداشت، الان دلم میخواد ازدواج کنیم و بعضی ما میگم ببین داداش این الان چه احساسی داری؟ احساس قربانی شدگی. میخوای به چی برسی؟ به پول و ثروت. توی پول و ثروت چه احساسی هست؟ احساس آزادی، بی‌نیازی، رهایی و حس قدرت. خب احساس قربانی شدگی نمیتونه اتفاقاتی که تو دلش حس آزادی و رهایی و قدرت هست رو جذب کنه. اینا اصلا با هم حال نمیکنن. اینا با هم حال نمیکنن. من یه استوری گذاشتم و توی اون استوریه نمیدونم الان بچه‌ها گذاشتنش توی این استوری یا نه، یه متنی دادم به بچه‌ها، گفتم افراد سطحی هرگز از افرادی که عمیق فکر میکنن و عمق دارن خوششون نمیاد. و جالبه افراد عمیق، آنهایی که عمق دارن، هرگز آدم‌های سطحی براشون جذاب نیستن. و بعد وقتی میبینی یه نفر خیلی سطحیه، بعد میبینی یه آدم عمیقی رو میبینه، بعد میبینی این براش جذاب نیست، فکر میکنه موهاشو باید چتری میکرد. اگر موهامو مثلا دنبسبی میکردم این منو میپسندید، یا اگر روژو اونجوری نمیزدم، خط چشو اینجوری میزدم، یا اگر اون لباسه که بود، اون کاشکی اون لباسه اصلا اون رنگ به من نمیاد. به خاطر انرژیه. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. پس یادت باشه هر احساسی الان داری چیزهایی رو در جهان اطرافت میبینی و ملاقات میکنی که ارتباط مستقیم داره به احساست. اگر خواستی شک کنی به دنیا شک نکن، به این شک کن که تو از یه طرف میخوای به پول و ثروت برسی ولی احساس نداری، فقر، تنهایی، بیکسی، بیارزشی. با این احساسات میتونی اتفاقاتی مرتبط به خودش رو دریافت کنی. و جمله آخر یادت باشه اگر سگ ترس من را بو میکشد، که سگ برای من تو زندگی من جز کائنات محسوب میشه، پس پول هم بو میکشه درون من. چه احساسی هست و میتونه به من نزدیک شه، یا اون احساس من پول رو از من، از زندگی دور میکنه، دفع میکنه. امیدوارم که این مطلب و این ویدیو رو 1000 بار گوش کنی تا راز قصه زندگی و قانون زبان دنیا رو بفهمی. اون موقع دیگه اگه واقعا بفهمی دیگه هرگز نمیشینی به زندگیت یه جوری نگاه کنی که به خودت احساس بد بدی. این هنر رو پیدا میکنی، میگی ببین وقتی فهمیدم اینه، به زندگیم به همین کوفتی که دارم، مثل من که تو اون پارکینگه بودم اینو فهمیده بودم ولش کن، کم و کسی ها رو ول کن. الان من باید بتونم به همین وضعی که دارم یه جوری نگاه کنم که در خودم احساس آزادی، رهایی، بی‌نیازی و قدرت رو تولید کنم. این احساس رو من تولید کردم، دیگه هیچ کاری لازم نیست من بکنم. این احساس دیگه باعث نمیشه پول و ثروت دفع بشه، چون داخل پول و ثروت خوشبختی، موفقیت، داخل اینا یا ایده های خوب، داخل اینا انرژی های هم انرژی منه. امیدوارم که این جلسه تونسته باشه بهتون کمک بکنه که قطع به یقین اگر بارها گوشش کنید و ازش استفاده کنید، از توشم فقط میخوام یه مفهوم بفهمی. زبان دنیا با زبان بابام فرق میکنه، زبان دنیا با زبان صاحبکارم فرق میکنه، زبان دنیا با زبان اجتماع فرق میکنه، زبان دنیا با زبان ما آدما فرق میکنه.
امیدوارم که زبان دنیا رو بفهمی. زبان دنیا رو بفهم. رنج نکش، سختی نکش. تلاشی نیست، والله تلاشی نیست، تقلا نیست. نگو چجوری، به خدا به چجوری ربطی نداره. اصلا تو بدونی هم چجوری، چون جهانی پر است از تضاد و تناقض. چجوری تو بعد از یه هفته نقشه براب میشه نقشات، چون اصلا نمیتونی روی یه چیزی کامل حساب کتاب کنی تا 1 سال دیگه. 1000 تا چرخ میخوره از الان تا 1 سال دیگه. زبان دنیا انرژیه. درود بر شما، دوستتون دارم. پیروز باشید و موفق.